дар 63-юмин солгарди марҳум Искандари Хатлонӣ, шоир ва журналисти маъруфи тоҷик, аз ӯ ба унвони ватансарои камназир ва шоири фаротар аз Тоҷикистон ном бурда шуд. ва ман хотираҳои зиёде ҳамон гуна арз шуд аз Искандар. дар 46 соли зиндагӣ ин адиби тоҷик бо осори дар шумора на чандон бузурги адабии худ марзи кишварҳои форсизабонро шикаст ва қалби ҳамватану ҳамзабононро тасхир кард. از اسکندر 3 کتاب چاپ شده است، همون اگر یک جای کنیم 100 صفحه نمیشه. یعنی گپ در 12-15 کیلو از کتاب ما دیگه کیلو قطع میکشیم. کوشش میکنن که کتاب اقلا 12 کیلو باشد. این خیلی نمونهش هم داریم در همین اتفاق نیستن دار. اسکندر توانست که یک شعر میموند از خودش. من نمیدونم از من یک شعر میموند یا نه. اسکندر نمیدونست که از وقت چی میموند. نیکی با او یک شعر مونتی امروز در ادبیات جمهوری برادر همزبان ما در کتاب درسی بچه‌ها میخونن، در دانشگاه ها میخونن. بنا یک کس دیگر اگه یکی شعر کی است از این ما هممون کلاسیکا امروز در ادبیات مثلا ایران و افغانستان نیست، شعر اسکندر است. بخش اصلی روزگار شاعری اسکندر در خارج از تاجیکستان، در ایران و افغانستان و روسیه پشت سر شد. اشعار و کتابهایش بیرون از وطن نشر میشد. حتی شعرهای سیاسی اسکندر که باعث دردسرهای منتشران گشته بود. اسکندر ختلانی در افغانستان شاعری آشنا هست. من شمار از شعرهای اسکندر ختلانی را در مجله آشنا در تهران چاپ کردم. یک شعر داشت در نقد جنگ اون زمان ایران و عراق. اون شعر هر دو طرف مورد انتقاد قرار داده بود. من اون شعر اون زمان چاپ کردم و برخی از دوستانم در اونجا گفتن که این شعر بسیار سیاسی بود و بهتر بود اینو چاپ نمی‌کرد. ورود اسکندر خطلانی را به دنیای شعر فارسی کاری ساده و آسان نمی‌دانند. اهل فرهنگ از تصویرهای ساده، پرمعنی و زیبای او در اشعارش توصیف می‌کنند. میگد که مهتاب در لب بام یک کاسه شیر گرم است. چقدر تشبیه نازنین خوب. آواز مادر من چون بوی شیر نرم است. اگر یگان نفر وقتی که صبح شیر مادرت گرم میکنه و میاره چقدر نازنین خوب و شیرین گوهر است. زمانی که اسکندر خطلانی در دو رادیوی خارجی BBC و آزادی کار میکرد، مخلصان و شنوندگان زیادی بیرون از تاجیکستان خاصه در کشورهای حوزه زبانی فارسی داشت. در ژورنالیستیکا هم، در روزنامه‌نگاری هم او فرامیلی بود. ما در سال 1993 با گروه ژورنالیستان به ایران رفته بودیم بار نخستین و در اونجا روزنامه‌نگار یعنی همتای من هم شاهد هستند که از ما زیاد میپرسیدن. نه ما از شوروی وارسته بودیم، وارهیده بودیم، از ما زیاد میپرسیدن که مال کجایید؟ میگفتیم تاجیکستان نمیدونستند، میگفتیم سمرقند، بخارا، این رو هم نمیدونستند. و در یک جا من با شوخی نیم جدی گفتم مال خطلانیم، که از جایش فروشنده برخاست گفت پس تو هم دیار اسکندر خطلانی هستی؟ چون گفتم هستم. از جا برخاست بانگ در داد که های مردم بیاید که هم دیار اسکندر خطلانی مهمان دکان من است. همین مثلا فقط رقمایی که ژورنالیست دریافت میکنه اسکندر همونا را مثلا مثل یک مهره میکشید و گزارش میکرد. همون گزارش هم مثل یک چیز بود، نه مثلا خبری خشک و خالی، یعنی یک چیزی شاعرانه بود. اسکندر خطلانی در مشکل ترین و پرتحول ترین روزهای جامعه تاجیکستان زندگی کرده است. درد ملت در ذهن او فراتر از تاریخ و مرز است.